پنجکین به حیث خطه بوستان زادگاه چهره‌های نمایان دولتی و جمعیتی، علم و ادب، فرهنگ و هنر و ساحه‌های گوناگون در تاریخنامه کشور تاجیکان مقام خاصه را دارا می باشد. در این ردیف می توان نام یک از چهره‌های معروف خدمت دولتی و جمعیتی جمهوری تاجیکستان، ولایت سوخت و شهر باستانی پنجکین روانشاد بابا رجب بابویف را با ذکر خیر به زبان آورد. او با فعالیت نظررس راهبری، سهم گذاشتن در رشد دولتداری، اقتصاد ملی و همچون پدری صاحب احترام خانواده از خود نام نیک و یاد فراموش ناپذیر باقی گذاشت. شادروان بابا رجب بابویف 10 مارس سال 1936 در شهر پنجکین چشم به عالم هستی گشوده پس از ختم مکتب میانه و دانشکده کشاورزی تاجیکستان سال 1960 فعالیت مهنتیش را در کلخوز به نام کار مرکز شهر پنجکین آغاز بخشیده تا دوره به سن نفقه رسیدن در وظیفه‌های مسئولی مقامات حزبی و دولتی، معاون رئیس کمیجرایی شهر پنجکین، مشاور کمیته مرکزی حزب کمونیستی تاجیکستان، کاتب یکم کمیته حزب کمونیستی ناحیه مسجد، کاتب کمیته حزب کمونیستی ولایت لین‌آباد، معاون رئیس ولایت لین‌آباد و شهر پنجکین فعالیت پرثمر راهبری نموده با مکافات‌های دولتی و احترام مردم سزاوار گردید. در سرنوشت بابا رجب بابویف اهدای بخت و سعادت زندگی اهل خانواده نقش همسر مهربان آموزگاری شناخته حلیمه سعدالله و سزاواری ستایش می باشد. سال 1959 بابا رجب بابویف با این بانوی مهربان ساکن ناحیه ورزاب خط کرده دانشگاه دولتی آموزگاری شهر دوشنبه خانه‌دار شد و با تولد 4 فرزند سیاره، شوقت، شهرت و ظفر بهار زندگیشان را باز هم سبز و خرم گردانید. در فعالیت جمعیتی و سیاسی بابا رجب بابویف اشتراک و تأثیر گذاشتن بر روند کار اجلاسه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان در بایگانی‌ها و خاطره وکیلان اشتراکچان این اجلاسیه حفظ شده است. در روزهای اول برگزاری این انجمن تاریخی گروه وکیلان پیشنهاد کردند که به کار اجلاسیه تنفس اعلان کرده شود، اما وکیل مردمی بابا رجب بابویف با شجاعت قاطعانه پیشنهاد کرد که ما باید کار اجلاسیه را ادامه بخشیم، ساخت کنستیتوسیونی استقلالیت دولتی را حمایت نموده با مقصد ختم نزاع داخلی، تامین صلح و ثبات جامعه، وحدت ملی راهبر نو تاجیکستان را انتخاب کرد. با فکرم حاضر همین وقت نیست که همه فکر و ملاحظه هایی که کمیسه قرار قبول نمی کند، کمیسه پیشنهاد می کند و آن پیشنهاد به محاکمه دپوتات ها می شود و با فکر من امروز رویم و پگدم گیریم. حاضر هیچ گپ نبوده که حاضر مردم نانشتا برآمدن شبش که کار کنیم بنابر همین آمدیم مردم که سیاسی کشاییم. حاضر با جواب داشتیم که روید و پگه بیتام افتاد میستیم همینجا تا همونا یک فکر و ملاحظه پیشنهاد کنند. همه مسئله هایی که پیشنهاد شده است یک روز و 2 روز به نمی شود. مسئله هایی هست که امروز حل کردن ممکن، دوامش پگاه حل کردن ممکن. قسمی هم مسئله ها حاضر پیشنهاد به تیار هستند. بنابر همین اگر سبب بعضی گپ های از کمیسیه برآمدن اینجا باشد و با همون بازی ها سرمشدگی باشد، اگر اینجا دعوت شدن در کار نبود، اکنون یک نقطه مانده بعد پراکنده شدن در کار. سابق وکیلان شورای عالی جمهوری تاجیکستان گلافزا سوریدینова و شیرینشاه شفاعتوف اظهار داشتند که بابا رجب بابویف به حیث وکیل
و سیاستمدار صاحب تجربه در آن روزهای مرکب کاری اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان حمایه ساخت کنستیتوسیونی انتخاب رهبری ارزنده کشور را قطعی به محاکمه گذاشت. بابروجا بابویچم برای برقرار کردن ساخت کنستیتوسیونی، برای آغاز کردن در وقتش در دایره قانون آغاز کردن اجلاس 16 شورای عالی مملکت، مستحکم کردن صلح و ثبات جامعه امروزه سهم گذاشتن. قطار دیگر اعضاهای پارلمان لیکن بسیارتر از نام وکیلان مردمی اجلاس 16 ولایتی لیناباد همون وقته استاد بسیارتر برآمد میکردن. همین یک وقت بعد 3 روز اول گفتن که سه پریف میدیم. همین اینجا سه پریف میدیم و بعد کل تیاری نیست. هم بابارجا باباش برآمده، من شما هم شاهد میکنم برآمده خودش هم گفتن که هیچ وقت دپوتاتای جواب دادن ممکن نیست. همین روز جواب میدیم دیگر سیاسی برپا نمیشه. برای من گفتم که همین خیلی سیاستمداری که آبروی پنجکند برداشتن اما ممکن که در تاریخ پنجکند دیگر هم تاریخ نوین پنجکند خیلی من نمیدونم، من 53 سال باز میشناسم ندیدیم. من خیلی بزرگی باورجا بابیش در همین بود. خوشبختانه این پیشنهاد دستگیری یافت و با اکثر رأی وکیلان فرزانه ملت امام علی رحمان با مسند رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب گردید. با اندیشه بابروجا بابویف انتخاب امام علی رحمان با وظیفه سروری تاجیکستان در آن دوره برای کشور مرکب و خطرناک، عملی نجیبانه و تاریخی بود. جشن 10 سالگی همین جلسه 16 شورای عالی گفتگی بودم که چی به تقدیر ساز میگوییم، چی به تاریخی میگوییم، برای یا اینکه جلسه سازندگی میگوییم، تقدیر سازش گویم. تقدیر خلقی تاجیک همین سیسه به حل شد، همین جلسه به حل شد. همونجا به ما خوشبختانه رئیس شورای عالی امام علی رحمان انتخاب کردیم. این آدم وعده دادن همونجا به بیرق تاجیکستان بوسیده ایستاده که من همین گریزه های تاجیکستان برمیگردانم، تا برنگردانم خودم را آرام حس نمی کنم. یک دومش این که ما همین آشتی ملیش بعد از همین جلسه همین به وقوع پیوست، ما یکدیگر که آشتی کردیم. مورد ذکر است که در بایگانی تلویزیونی سیمای شهر پنجکین و اهل این خانواده دهها برنامه‌های تلویزیونی، عکس‌های تاریخی، مقاله‌های در مجله روزنامه‌ها به نشر رسیده محفوظند که بازگوی صحیفه‌های رنگین زندگی، فعالیت پرثمر در مقامات جمعیتی و دولتی، بخت و نشاط اویلوی با همسری مهربان حلیمه سعدالله‌یeva، تربیت فرزندان و شهرت سلاله بابروجا بابویف می باشد. ماه مارت سال 1996 مراسم 60مین سالگرد زادروز بابروجا بابویف و همسری غمخوار آموزگار نامدار حلیمه سعدالله‌یeva در طربخانه دوستی شهر پنجکین با اقدام رهبریت حکومت ولایت سوخت و شهر پنجکین با لحظه های خاطرمان تجلیل گردید. ضمن پیام های تبریکی رهبریت وقتی شهر پنجکین، نمایندگان مقامات دولتی ولایت سوخت، شهر و ناحیه های کشور، همکاران و دوستان، شاگردان و پیوندان با احترام و افتخار پیرامون نقش سازنده، مهارت رهبری و فضیلت‌های نکوی بابروجا بابویف، سعادت بخش زندگی اویلوی و فرزندان حلیمه سعدالله‌یeva با مهر و تفاخر اندیشه‌های خویش را بیان کردند. نسبت بابروجا بابویف اگر ساعت‌های دراز
روزهای دراز اگر سخن کنیم هم باز کم است. ما پنجکینتی ها فهم میکنیم که چنین استاد داریم، چنین شخص در پنجکین تولد شده است و در کدام شهر و ناحیه جمهوری و بیرون از مرز تاجیکستان نرویم اگر نام بابا رجب بایش را همه با نیکی میگیرد. ما سالهای سال همراه کار کردیم بودیم و از بابا رجب بابایش بسیار کارهای نیک یاد گرفتگی آرزو میکردیم که بابا رجب بابایش باید کردان شویم. بابا رجب بابایش شهروندان شهر خوجند شما بسیار حرمت میکنند، دوست میدارند. وقتی که شما در ولایت کار میکردید بسیار یاردمای شما به مرکزی ولایت و شهر خوجند رسیدگی این شهروندان ناز میدانند و قدر میکنند. بابا رجب بابایش که ما سال همراه کار کردیم، یک چیزی حس کردم که اکوی بابا رجب بسیار ادبیات دوست. برای همین یکی از شاعران نمایان اروتپا به دلشناس زفرخان جوهری رسمشان گدی این قالینچه ما توفه کردنی بگذار همه آدم بریم بابا رجب بابای بسیار مردم به تبرک باشند، چو جامعه عاقل و فرخنده باشید، چو سینا در دل و در دیده باشید. حد اینهای تبریک و تهنیت میگویم و حد اینها عمری دراز الهیم از فرزنداشان بینم، الهیم نبیره ابیره زیاد شود، الهیم تینجی باشد و همین ها پیری چی میگن به دولت گفته همین تینجی جمهوری تینجی چی میگن زمانه خواهش هستن و آرزوی همین چیز به بابا رجب بابای جدای هم آدم خاکسار، راهبر خاکسار، اکا دادری خاکسار بریم بودن. چه خیلی که در خواجگی قشلاق مسئله مرکبی میشدین باشد، مصلحت اعظمون کس من میپرسم، همچون میپرسیدم مصلحت میپرسیدم که همین مسئله رو چه خیلی حل کردن در کار و یک کس حاضرنگ زمانه ویم فکرش ها میرسید. استاد که ما 80 سال اصل قطعی کار کرده بودیم، همچنین من ساحه اجرای ساحه اسپاکام و هم کاتب یکم ناحیه جبر رسول و پیشتر پرلیتر بود کار کرده بودم. استاد همون وقت در ولایت ما ابکام مانده کاتب یعنی ساحه خواجه قشلاق و کاتب شده کار میکردن. ما همچنین متخصص ساحه قشلاق استاد بابا رجب بابایش بسیار چیزا یاد گرفتگی، بسیار چیزا ما با همچنین استاد همچنین معلم ما با یاد دادگی بودن. مسئله ساحه قشلاق و مسئله مکانیزاسیون یا که آبیاری یا که مسئله پختکاری با همون وقت به ما گفتنم ممکن که یگانه انسان بودن که همه وقت شب روز ما قطعی بودن. بسیار خلقش به خدمت کرده، اویلش به فرزندوش به ما بوین از همین قشلاق برامدگی جوانوی تربیتش به عموما من به بسیار چیزا به بسیار مسئله به مصلحت دادگی آدم بسیار خدمتوی کلانشون هست. من استاد بابا رجب بابایچ از سال 1986 میشناسم. در دست همین کس کار کرده تربیت همین کس رو گرفتم و از حیات من بسیار مینتدار هستم که چنین استادا و ما سبق حیات را آموزاندند و یک چیز رو قطع کردنی هستم که خدمت استاد بابایف در تشکل حیات امروزی خلق ولایت خیلی کلان است. با امر تقدیر بابا رجب بابایف سنه 3 ایونی سال 2023 در سن 87 سالگی
از جهان درگذشت. در بایگانی تلویزیونی سیما مراسم جنازه و دفن بابا رجب بابویف حفظ شده است که حالا در این برنامه پارچه از آن منظوری شما می گردد. همایش ماتمی را رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده حسن آغاز بخشیده نخست از نام مردم پنجکین باستان و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین با اهل خانواده فرزندان و پیوندان شادروان بابا رجب بابویف تسلیت عمیق بیان نمود. در همایش ماتمی معاون رئیس ولایت سوخت انور یعقوبی درباره زحمت و تلاش ها و نقش شادروان بابا رجب بابویف در رشد اقتصادی و اجتماعی کشور خاصه ساحه کشاورزی سخن گفت و به حاضرین تسلیت رئیس ولایت سوخت معاون یکم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رجبای احمدزاده را رسانید. همزمان در همایش ماتمی رئیس شورای سابقه‌داران ولایت سوخت ترسنبای رحمتوف سابق وکیلان شورای عالی جمهوری تاجیکستان همسفان شادروان قربان تورایف شیرینشاه شفاعتوف در برابر عرض تسلیت و اهل خانواده و فرزندان و پیوندان پیرامون نقش شادروان در رشد کشاورزی کشور خاصه ولایت سوخت شهر پنجکین ناحیه مسجا ابراز اندیشه نموده همزمان تاکید نمودند که در روزهای خیلی دشوار برگزاری اجلاسه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان و با مسند رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب نمودن فرزند فرزانه ملت امام علی رحمان نقش شادروان بابا رجب بابویف خیلی کلان بود. در خاتمه همایش ماتمی فرزند شادروان شوکت بابازاده برای همه آنهایی که در این مراسم شرکت ورزیدند عرض سپاس کرد. پس از ادای جنازه بابا رجب بابویف را در آرامگاه سری کمر شهر پنجکین به خاک سپاریدند. ما امید میکنیم که مردم دیار باستانی ما ولایت سوخت و جمهوری تاجیکستان نام نیک و زحمت‌های بی‌نظیر بابا رجب بابویف را هیچگاه فراموش نخواهند کرد. تربتش از فیض حق معمور باد، خوابگاهش جاویدان پرنور باد. اما جدایی از قبلگاه برای آنها تحمل ناپذیر است. روزها می‌گذرند، روزها از سر ما می‌گذرند، از دل ما می‌گذرند. خبری ساعت دیدار و جدایی بر لب از راه منزل ما می‌گذرند. میگویند که مرگ انسان آغاز حیات دیگر در عالمی برزخ است. خوشبختانه چراغ خاطره چنین انسان‌های برومند را در این دنیا پیوندان و راهبران قدردان فروزان می‌سازند. در پرتو هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان دستگیری به واسطه رئیس ولایت سوخت محترم رجب احمدزاده و با تشبث مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین به افتخار گرامی داشته 90مین سالگرد مولود خادم نمایان دولتی و سیاسی روانشاد بابا رجب بابویف و همسر مهربان او حلیمه سعداللهی و همایش معرفتی تحت عنوان حامیان ساخت کنستیتوسیونی برگزار شد. در آغاز همایش اشتراکچیان مزار شادروان بابا رجب بابویف را در آرامگاه سری کمر شهر پنجکین زیارت نموده با گذاشتن گلدسته‌های پرنکهت بهاری بالای مرقدش و دعا و فاتحه روحش را شاد کردند. ضمن همایش معرفتی خاطروی رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده پیرامون زندگی نامه
فعالیت جمعیتی و دولتی نقش شادروان بابورجب بابویف همچون وکیل شورای عالی جمهوری تاجیکستان در اجلاس تاریخی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان جهت حفظ ساخت کنستیتوسیونی کشوری تازه استقلال تاجیکان با مسند رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب نمودن فرزانده ملت محترم امام علی رحمان سخن گفت و همزمان زحمت‌های همسر روانشاد حلیمه سعدالله را مخصوص تاکید کرد. بابورجب بابویف چون راهبری با مسئولیت، تشکیلاتچی ماهر و متخصص ورزیده در ساختارهای مختلف دولتی و حزبی کشور کار کرده در بین جامعه آبرو و اعتبار زیاد داشتند. این بود که او 3 نوبت депутати شورای عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب شده هنگام برگزاری اجلاس تاریخی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان عضو ریاست این اجلاس سرنوشت‌ساز انتخاب می‌شوند. بابورجب بابویف چون فرزند صادق وطن، وکیل وفادار مردمی، پاسدارنده ساخت کنستیتوسیونی در مملکت برای انتخاب رئیس نو شورای عالی جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان نقش مهم بازیده است. با گذشت بیش از 34 سال برگزاری اجلاس تاریخی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان وقت نشان داد که وکیلانی که امروز در اینجا حضور دارند و عموما وکیلان آن اجلاس سرنوشت‌ساز در انتخاب راهبر نو مملکت صبر نکردند و بهر رهانیدن کشور از ورطه هلاکت و پراکندگی سهم نظررس گذاشتند. ذکر این نقطه هم لازم است که شادروان بابورجب بابویف در برابر با مسئولیت تام اجرا نمودن وظیفه‌های خدمتی و فعال بودن در انجام کارهای جمعیتی صاحب عائله و خانواده بودند که برای ما وارثان نمونه عبرت میباشند. حلیمه سعدالله و سالهای زیاد در ساحه‌های مختلف حیات اجتماعی مملکت کار کرده، یک کرد وکیل شورای депутат‌های شهری و یک بار وکیل انجمن 4 حزب کمونیستی تاجیکستان انتخاب شدند. خدمت‌های طولانی حلیمه سعدالله با افتخارنامه وزارت معارف نشان فخری اعلاچی معارف خلق اتحاد شوروی اعلاچی ساحه تندرستی جمهوری تاجیکستان و دیگر سپاسنامه‌های ساحوی قدر شدند. این زنی شریف در پهلوی بابورجب بابویف ایستاده زندگی کردند و عین زمان صاحب 4 فرزند، 15 نبیره و 17 ابیره می باشند. سال روان به سن مبارک 90 رسیدند و در همین تالار حضور دارند و یک جای با ما 90مین سالگرد تولد شوهرشان را ما تجلیل میکنیم. من از فرصت مساعد استفاده برده گرچنده که در روز زادروزشان معلمه تبریک کردیم، بار دیگر از نام حاضرین به افتخار 90 سالگیشان صمیمانه قبول می‌کنم. در این همایش سابق وکیلان شورای عالی جمهوری تاجیکستان، اشتراکچان اجلاسه شورای عالی جمهوری تاجیکستان گلافسا سوریدینووا، شیرینشاه شفاعتوف، رئیس شورای سابقه داران جنگ و مهنتی ولایت سوخ محمد جانوف، سابق وکیلان شورای عالی جمهوری تاجیکستان قربان تورایف، سابقه دار خدمت دولتی از ناحیه مسجد عبدالرسول حکمتوف، رئیس بخش پنجکنتی اتفاق نویسندگان تاجیکستان اسماعیل ظریفی، مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیسی ولایت سوخ تاجبای سلطانی، فعالیت ماندگار بابورجب بابویف را در مقامات حزبی و دولتی، نقش مادر مهربان خانواده حلیمه سعدالله را با اندیشه های خاطروی و پارچه های شعری بیان نمودند. ما خود به گرد دامن مرد نمی رسیم، شاید که گرد دامن مرد به ما رسد. من همین خودم خوشبخت حساب میکنم. از چی حساب که من تربیه همین آدم گرفتم. همین دیپوتات شویم با همین کس همکاری کردن و زیش کردن و نصیحت‌های گوش کردن، من به یک مکتب دیگر برد. گفتم که اونقدر
باز میگم که من خوشبختترین آدم بودم که چنین استاد منو تربیت کردم. اکنون ما جوانای امروزه به هر یکی ما اگر واخوریم اگر برآمد کنیم میگوییم که این روزهای شادی و سرور هم تا آسانک به دست آمدگیش نیه. این با زحمت‌های زیادی خلق تاجیکستان با سروری انا همین اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت. این چیزای ما قدر کردن ما در کار است. خصوصا فرزندای ما قدر کردنش در کار است. مجلس فعالان شهری اسفرابه هم از آن جمله تیز می رفتن. حقیقتا انسانی بسیار بلند، راهبری با تدبیر، بسیار هم مهارتی تشکیلاتچیشان بلند، خاکسار بودن. لیکن گپاشان اگر نرم باشدم بسیار جدی بود. همین سیمای راهبر بود اکنون همین خیل بود. اپای من حلیمه بانو به که قطعی یک جایه همین قدر سال زندگی کردند، روزگاری به عافیت، سعادت های زیادی زندگی کردیم. ما همون بسیار بسیار از اپای حلیمه بانو منتدار هستیم که استاده برای قریب سن 90 سالگی و رسیدنشان به البته خدمت های شایان کردن. بسیارم ما این چیز چشما ما کتی دیدگی فرزندکای بهترین بابایی رساندن، خوشی های زندگی قطعی همراه دیدن. کدام لحظه ها نباشد همه وقت قطعی یک جای بودند. امروز ما و شما در محفل جمع آمدیم که به بزرگداشت و یادبود یکی از فرزندان نامور و ارجمند ملت تاجیک، انسان فاضل کامل، خادم نمایان دولتی و جمعیتی، شخصی که در دلهای مردم و صحیفه تاریخی ملت خاص ولایت سوخت نامشان با حرفهای زرین ثبت گردیده است. شادروان بابارجا بابای بخشیده شده است. بزرگداشت و احترام این گونه اشخاص در محور سیاست دوربینانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قرار داشته ما را وظیفه‌دار می‌نماید که جهتی با نسل نورس همچون عبرت نشان دادن خدمت‌های فرزندانه برای ماند ملت کارهای شایسته را به انجام رسانیم. زندگی نامه و فعالیت کاری این انسان شریف برای هر یکی ما و شما نمونه عبرت و مایه افتخار است، زیرا این ابرمند زندیات حیات داشتند که به خدمت صادقانه خلق علاقمند بود. من میدونید کار از کجا یاد گرفتم؟ از عینی، از پنجکین. همینجا 15 سال من گذشتگی 100 سالها گذردم نام این آدم میماند. انا خلق پنجکین من میگم که هزار رحمت که از همین کار باید از دستش برآمده است. برای همینم شما آدمای هزیل نیستید. الهیم دوید سرتان بلند باشد و کم و غم نبینید و من همین همسرشان را عزت میکنید. همین عزت به الهیم شما هم خدا رساند. ما خوشنود که یک گروه از ناحیه مسجد شاگردان همکاران مبارزه بابایش در این روزی بسیار خوب روز مولودی استاد ما اشتراک میکنیم. چون که مبارزه بابایش مهدی کبر سال 75 وقتی که کاتب اول انتخاب کردن من اکن 1 سال شده بود که دانشگاهی ختم کرده بودم و اگرنامه منطقوی کار میکردم. بار اول مبارزه بابایش من ماه اپریل 76 وقتی که در صحرا وام میخوردیم در همونجا بچه شناس شدیم. سال 76 وزین تر آمد بخاطر بسیار وام میخوردیم و همین ناحیه پلنش اجرا کردن نتونست. سال 76 خیلی منطقی بعد آخر به وا خوردیم. بعد گفتن که حکمت منطقی تو چی؟ من اجرا کردم. همون سال ما دکترش سردار پراولین گفتن که من بابایش چی کردن؟ شما پراولین خواجه قشلاق میدید اگرنامه کلام. سنه همون سال 77 سنه سر شد من همچون اگرنامه کلام اپراباسی ناحیه گذاردم. اپراباسی پخترم. و وقتی که استاد به اخبارات دادم من گفتم که جنبست کردیم. من گفتم
پلن ما 41,000 بود، مردم که معلم 45,000 میشه. و یک آدم عجایب خصلت خوب داشت که عجایب خصلت داشت که یک سپارش میداد و آدم با حتما نظارت میکرد. لیکن نسبت به جوان ها بسیار غمخوار بودن. اگرچه رفته ای از دیده ما، ولی در قعر جان داری تو مسکن. نمی آید کسی ماننده تو در این عالم، تو بودی کان و مخزن. وکیلی مردم آزاده بودی، وکیلی مردم آزاده بودی، تو بودی نوری تازه در زرفشان. شکوهی تو به پنجه کت ایام بود، همیشه بود راهی تو گلفشان. شما بار دیگر باوری حاصل کردید که با رجب بابویف است با بهترین خصلت‌های نیکی انسانی از خود نام نیک باقی گذاشته، با عمل‌های نیکشان در بین دوستان و همکاران یاران پیوندان جاودانه جای گرفته‌اند و کار پیکاری با رجب بابویف باید امروز برای هر یکی ما، خاصه برای جوانان، درسی عبرت باشد، درسی آموزش باشد. به نظر من شاعر این بیت‌ها رو شاید در وصف همین گونه شخصیت‌ها گفته باشد که میگوید دوستان وقتی گلی خار مرا یاد کنید، چون گلی سنگ ز کوهسار مرا یاد کنید. گر بخواهید که من خفته نباشم در خاک، با دل و دیده بیدار مرا یاد کنید. فرزند شادروان شوکت بابویف و همسر مهربان حلیمه سعداللهی و برای احترام تشکیل و برگزاری این همایش معرفتی و گرامی داشت خاطره بابا رجب بابویف به رهبری کشور، ولایت و شهر پنجکین عرض سپاس نموده از قبلگاه خانواده به نیکی یاد کردند. شیخ سعدی فرموده است میراث پدرخواهی کسب پدر آموز، میراث پدرخواهی علم پدر آموز. و من گفتنی هستم که امروز یک میراث گرانبهایی که پدر ما به ما میراث گذاشتن، این یک کتابخانه بزرگ، یک کتاب‌هایی که پدر خودشان خواندن در خانه هستند. پدر کتابخانه رو بسیار دوست می داشتند و تاکید میکردند که کتابخانه تون، من یک لحظه به خاطر میبیارم، در سن 20 سالگی هم به من پدر بزرگوار کتاب تحفه کردند، 4 کتابی لیف نیکولایویچ تولستوی، و تاکید کردند که همین کتاب رو حاضر میخونید، شما میگفتند بعد از 10 سال باز یک بار میخونید و بعد باز 10 سال در 20 سالگی، 30 سالگی، 40 سالگی همین کتاب تکرارا میخونید. من در حیرت موندم که برای چی این یک کتاب 4 کتاب 3 مراتبه خوندن در کار. بعد از که دویم بار خوندم فهمیدم که معنای کتاب در 20 سالگی آدم دیگه خیلی تصورات دیگه خیلی فهمیش دیگه خیلی قبول دیگه خیلی و باز تکرارا خوندم. این از اون شهادت میدهد که پدر بسیار تجربه کلان داشتن و با آداب هر یکی ما بسیار توجه داشتن. و امروز گفتنی هستم شعر استاد لایق درباره یادی پدر. نم نمی باران چی یادت کرد، یادت میکنم. برگ گل چون بوی تو ورد، یادت میکنم. درد اسمت مرد بود و قسمتم نامرد بود، من به قصد قسمتی نامرد یادت میکنم. عشق تو، اسم تو در صورت اشعار گردآلود من، مصرعی گر در دلم پرورد یادت میکنم. من اگر نازک پسندم از نزاکت های تو، بر سری گل چون نشیند گرد یادت میکنم. پستی گرمی و سردی دنیا را پدرجان دیدم، زیر این گردون گرم و سرد یادت میکنم. هر کجای هم که باشی دور از من نیستی، با علم، با داغ دل، با درد یادت میکنم. در حق شادروان بابا رجب بابای من همین رو گفتنی هستم که چون انسان، چون پدر، چون بابا،
چون همسر انسانی نوتکرار بودن، خیلی مهربان بودن با اهل خاندانشان، با فرزندان، با نبیرگان، با ابیرگان. شاید همین باشد، همین خوبی باشد، همین نیکی هایی که ممکن به خلق کرده باشند، خدمت هایی که در دولت کرده باشند. بعد از تناول صبحانه کمی رنگشان کند و فرزند ما در این دور در همین اصل در چکال در خانه پسرم بودیم و پسرم هم مراجعت کرد. من گفتم که یاری تعجیلی دعوت کن. نه که فرصت نشد، فقط یک نفس بود و تمام. همون لحظه نگذشته در ولایت مجلس بود است، مجلس جنبستی یا کدام یک جماعت دیگر، نماینده های ولایت، نماینده های شهر، رئیس ناحیه خودمون همه حاضر شدن و یگانه آدمی که اول در بری من بود، همون در لحظه های وزن‌تری حیاتی من برای فرزندانم رئیس ناحیه پنجکین بودن و با سخنانی که مادر شما هیچ که درباره هیچی فکر نکنید، همه چاره ها علاقه اندیشیدگی ما به سفر می برویم. بعد یک چند دقیقه رئیس ولایت تلفن کردن و یک عجایب هیجان کردی، گفتن معلم من یک خبری ناخوش شنیدم، آیا همین راست می؟ من آن رو تصدیق کردم. گفتن چه خدمت؟ من گفتم یگان تشکری بسیار، یگان خیلی خدمت نیست و البته به دستگیری همون لحظگی به دستگیری رئیس ولایت، رئیس ناحیه، همه این کارهای در اونجا بودگی بسنده نشده است. ما دستگیری کردن، ما گرفتیم اومدیم. این حیات بوده است. امروز من فقط گفتم میتونم که الها خدای متعال رحمت و مغفرت کرده باشد، جایشان جنت باشد. اکنون باز میخواهم از نام بابا رجب بابایچ 4 مصرع شعری جلال الدین رومی رو پیشکش شما کنم از مکتوباتشون که مضمونش چنین است: در دل جای نکردمت که افگار شوی، در دیده جای نکردمت که خار شوی، در جان جای کردمت نه در دیده و دل، تا دمی واپسین به من یار شوی. ضمن همایش‌های معرفتی، صحبت و مصاحبه ها، ناطقان تاکید کردند که در زندگی اولیوی خوشبختانه روانشاد بابا رجب بابایف زحمت‌های همسری وفادار، مادر مهربان حلیمه سعداللهی و نقش بزرگ داشته. عنعنه‌های خانواده را او با فرزندان و پیوندان ادامه می‌بخشد. حلیمه سعداللهی و 3 مارس سال 1936 در ناحیه ورزاب چشم به عالمی هستی گشوده. با مقصد عملی سازی آرزوی پدر، یک از چهره‌های صاحب معرفت آن زمان که ماه اپریل سال 1944 در جبهه‌های جنگ بزرگ وطنی قهرمانانه هلاک گردید و دانشکده دولتی آموزگاری تاجیکستان در شهر دوشنبه داخل شد و پیشه پرشرف آموزگاری را انتخاب کرد. سرنوشت او را با خط کرده دانشکده کشاورزی تاجیکستان ساکن شهر پنجکین بابا رجب بابایف پیوند گردانید و آنها سال 1959 عائله بنیاد نموده به شهر پنجکین آمدند. فعالیت کسبی حلیمه سعداللهی و از مؤسسه‌های تعلیمی شهر پنجکین شروع یافته او تا با وظیفه مسئولیت‌ناک مدیر شعبه معارف شهر پنجکین تعیین گردید. با سبب در شهرهای خوجند، ناحیه مسجد و کارهای رهبری فرستادن همسر حلیمه سعداللهی و فعالیت آموزگاری را
пайваста густариш бахшид ва беш аз 50 сол дар рушди маориф саҳми арзанда гузошт. چون حلیمه رجبovna آموزگاری بهترین پیش قدم ترین مادری مهربان اویلا خیلی کم شمار هستند. حلیمه رجبovna در حقیقت سالهای طولانی در آموزگاری طبی همان وقتی ما کار و فعالیت میکردند و یک قطار نویگری هایی که در اتاق متدی شدنش در کار بود به واسطه با راهبری همین کس به جا آوردند و تمام آموزگارانی که به درس وارد می شدند با مصلحتی همین کس وارد می شدند و صفت تعلیم خیلی خوب گشته بود. فکر میکنم که اویله اینها رو نه تنها در پنجکن بلکه در خوجند و در دوشنبه هم خیلی خوب میشناسند. خیلی که من همه ما میدونیم فرزندانی برای من رو تربیه کردن که در ساحه‌های گوناگونی حیات فعالیت میکنند. حلیمه رجبovna بسیار هم یک شخصی مهربان صمیمی هستند. بسیار کوشش میکردن که یگان کس مثال از مصلحت‌های همین کس خالی نمونه. یگان کس به مصلحت از نظرشون جواب نمیدادن. همه وقت و فرقش نه که و آموزگار می یگان کارمند دیگر ساحه می کسی که نباشد نزد این کس برای مصلحت با این کس مراجعت کند این کس یگان بار نمیگفت چه کاری چه مصلحتی که از دستشون بیاد این کس ندادن اما آدم با وقتی که من سال 1998 یکمین بار به همین آموزشگاه طبی به کار آمدم پیشتر مکتب میانه به کار میکردم البته سیستم معارفی سیستم مکتب میانه از سیستم آموزشگاه فرق دارد وقتی که اینجا با آمدم اول با قریب که همون مکتب میانه به چه خیل بود هم خیل رفتار میکردم بعد معلمه مردم حلیمه رجبovna من با مصلحت ها هر باری که نزدشون میدن آمدم با مصلحت های خود به من یک راهنمایی کرد. سال سوم است که این همسر سعادتپیشه با فرزندان و پیوندان یادی پدری نامور خانواده بابا رجب بابویف را گرامی می‌دارند و رحلت او را از مهری تعالی می‌دانند. نقشه ما دیگر و نقشه بالا دیگر است. مهر انسان دیگر و مهر تعالی دیگر است. هرچی برنامه کشیدیم خط بطلان زده شد. خط قسمت دیگر و خواسته ما دیگر است. فرزندان و پیوندان این خانواده سیاره، شوکت، شهرت، ظفر و فیروز فضیلت های عبربخشی پدر راهنما و بابای مهربانشان را با افتخار یاد میکنند. پیش از همه من باید گویم که فخری بزرگ دارم از چنین والدان، از مادری بزرگوارم، از پدرم به دنیا آمدنم. چنین والدان دارم، این مایه افتخار من است. سال سوم است که تاج از سرم پریده، کیفتی راستم خمیده. لیکن با وجود این شکرانه بی عدد میکنم به درگاه خداوند. مادر عزیزم صاحبانی هممون هستند، ما رو سرجم میکنند. شکرانه میکنم الهی باشند. همین ماهی مرد به طفیل زادروزی مادرم، زادروزی پدرم با پنجکند باری چهارم است که میبایم من آغاز اپریل کتی. این هم شرافت مادرم است. دیروز در همون چهاربینی همین خیلی یادداشت های عجایب شد. همین خیلی یک سخنهای عجایب درباره پدرم شد و این یادآوری ها خیلی زیادند. من در خوجند که زندگی دارم
дар чорабиниҳои гуногун ширкат меварзам. ҳамин хел ҳолатҳо хеле зиёд мешаванд. вақте ки маро муаррифӣ мекунанд баъди чорабинӣ ё дар ҷараёни чорабинӣ ё баъзан дар ҳамин барномаҳои телевизионӣ Суғд, Симо, SM1 баромад мекунам. аз ман пурсон мешаванд. муаллима, ному насабатон ба гӯшам гарм расид. шумо ба Бораҷа Бобоич кӣ мешавед? ва ман бо фахр мегӯям, бо як ифтихор мегӯям ки ман духтарашон, духтари ягонаашон. ин кас ба ман на танҳо падар, ин кас ба ман дӯсти наздик буданд, устоди маънавиам буданд. як дастгирӣ беҳад калон ҳис мекардам ман аз ҷониби ҳамин маслиҳатҳошону роҳбаладиҳошону. ягон масъалае набуд ки ман бо ин кас маслиҳат накарда ба ҳамин кор шурӯъ кунам. ман дар қатори ҳама ҳамин фарзандои падар модар оила шумо нағз медонед 4 нафар ҳастем. калони хоҳари калониҳомо ва 3 писар. мо худомоя хушбахттарин ҳисоб мекунем ки фарзандони инчунин инсонҳо ҳастем. падарам, модарам, худо ба шукр. мана чихел ки шумо қайд кардед, 3 март мо 90 солагишона қайд кардем. ҳама шоҳиди он ҳастем ки аз тарафи мақомоти иҷроии маҳаллӣ, ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷкент семинар гузаронда шуд оид ба 90 солаги падар ки мо фарзандо набераҳоро водор мекунад ки номбардори неки ин хел инсонҳо бошем. албатта ҳамаи мо кӯшиши бисёре кардем барои хизмати падару модар ва ба дӯши ман ҳамин хизмат каме бисёртар ғалтид. ҳамчун фарзанди кенҷагӣ аз ҳамон даврое ки хоҷанд зиндагонӣ мекардем мон доимо дар назди падару модар будам. хизмати ҳамино мекардем. баъд бо тақдир мана вақте ки ба нафақа баромаданд Панҷкент омадем, бо ҳамроҳи инҳо будам. ман ҳамчун фарзанди кенҷагӣ ва дар хизмати падару модар будам. дар ҳаёт бениҳоят таҷрибаи як мураккаб омӯхтам, хусусан дар соҳаи кишоварзӣ. вақте ки мисол баҳор навбаҳор мешуд, мегуфтам дада, мегуфтам ҳамин зарҷома кай корем? мегуфтам ки дина, яъне ки вақт рафта истодааст гуфта бо ҳамин маъно мегуфтанд. ҳама корро баъд мегуфтам. баъд мегуфтам ки охи падар дина гузашту чӣ хел? мегуфтам ки бачем он аст ки деҳқонӣ як рӯз дер монед, як сол гӯш намемонед. он кас ба ман ҳам падар, ҳам як рафиқ будам. ҳам суҳбат будем. бовар кунед рафиқ будам. ва рафиқон ман ба мегуфтанд ки Зафар мегуфтанд шон муносибататон аҷоибанд мегуфтанд. дар давраи донишҷӯӣ бисёр як маслиҳатҳои муҳим медоданд. дар давраи фаъолияти кореам ҳама вақт мегуфтанд ки наберам эҳтиёт карда кор кун, ҳама вақт ҳаминро дониста гир ки номи неки сари баланди маро дар назди мардум хам накун. ҳамчун бобо не, ҳамчун як шахс баҳо додани ҳастам. дар зиндагӣ як шахси сарбаланд будам. баъзе мушкилот буд. давраи мо чӣ мекардем? ҳамин агарот ба зелен мекардем, баъд ҳамин зеленҳои банча карда ман ҳамин баро ресторанҳои Панҷкентро тақсим мекардам. ресторани Обод буд, ҳамин ресторани Суғдиён буд, ҳамонҷо ба зелен мебурдам. баъд майда будам. ба як рӯз шитамо гуфтам ки бобоҷон хай ихтира роҳбар будед. ихтира мисол имкониятое буд ки якҷо нимҷое мисол гирифта мондан. баъд назди шитагӣ будам назди шон, ба гуфтан ки бачаем
агар ман ҳамон вақт ба ҳамин корҳо даст мезадам, имрӯз ба аёдоти ман раиси вилоят, раиси шаҳри Панҷакент, ҳамин одамо ҳама хел омада мана хабар намегирифтанд. Инам як манамин рӯза, манамин навора, манамин 90-солагешонам ёдбуд кардем. боварӣ калон дорам ки агар ҳама хелин як коро мешуд, агар мо имрӯз шита дар бораи бобом мана як навор намекардем, як 90-солагешона ҷашн намегирифтем. инсони пок буданд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода, ин кас ҳам низ вақте ки фаъолияти кори худро дар шаҳри Панҷакент сар карданд, омада дуои бобома гирифта барои пешрафти кор, маслиҳатҳои муҳими бобома гирифта кору фаъолияти худашонро оғоз карданд. ҳамзамон онҳо заҳмату меҳрубониҳои модарро барои падар ва фарзандон беҳтарин ҳадаи тақдир, баҳори зиндагиашон мешуморанд. зиндагӣ боғу баҳораш модар аст, офтоби нурбораш модар аст. ҳар киро бинӣ ба дунё сарбаланд, аввалин омӯзгораш модар аст. модар поягузори зиндагӣ, модар нигоҳдорандаи оташдон, оташи гарми зиндагӣ, нигоҳдорандаи тартиби хонадон. ман ҳамин чизро, ман ҳамин фикрро бисёр мегӯям дар чорабиниҳо, дар баромадҳоям ҳамчун равоншинос мегӯям ки фазои хонадонро зан месозад, гармии хонадонро зан меофарад. аз тозагии ҳамон хонадон, аз ҷиҳози ҳамон хонадон, аз қабули меҳмон, аз тартиби хонадорӣ, аз тарбияи фарзандон, муносибати байни онҳо, муносибати зану шавҳарӣ, ҳамаи ин дастоварди зан аст. таври дар боло таъкид намудем, модари ин хонаводаи номдор Ҳалима Саъдуллоева пеш аз ним қарн дар массаҳои таълимӣ ва аз ҷумла давоми солҳои 1995-2011 дар коллеҷи тиббии шаҳри Панҷакент фаъолияти омӯзгорию мушовириро идома бахшида буд. бо мақсади эҳтирому қадршиносӣ дар коллеҷи тиббии шаҳри Панҷакент 90-умин солгарди баҳори умри ин бонуи шинохта бо лаҳзаҳои хотирмон таҷлил гардид. сарвари коллеҷи тиббӣ Маҳмадмурод Сафаров, ҳамкорон Хулқия Қодирова, духтари соҳибҷашн Сайёра Бобоева ва дигар нотиқон дар бораи фазилатҳои Ҳамидаи Ҳалима Саъдуллоева бо меҳру сипос сухан гуфта, баҳори навбатии умрашро шодбош гуфтанд. порчаҳои шеърӣ фарзанди Ҳалима Саъдуллоева Сайёра ва андешаҳои сарвари коллеҷи тиббӣ Маҳмадмурод Сафаров хеле ҷолиб ва мондагор буд. рӯзи мавлудат муборак, модари ҷон. омадем андар канорат, модари ҷон. бо насими нозанину гулпарашон, дар баҳори нурборат, модари ҷон. менамоем шукр бар даргоҳи яздон, ки ба синни нав расидааст, модари ҷон. ҳар шабу рӯз дар дуову дар тавалло соябони мо бимонад, модари ҷон. заҳмати бисёр баҳри мо кашид, аз ширину талхии рӯзгор чашид. 7 бор аз ҷо ба ҷое кӯч баст, дар баланду шебиҳо номад паст. то кунун бо фахр гӯяд насли ман, ҷони ман, пайванди ман, аз асли ман. 8 фарзанд, бо набер 15 нафар, ҳам абера 26 дорем шумар. дар душанбе Панҷакент, ҳам Хуҷанд, зиндагӣ дорем бо ҳар корбанд. сарбаландем муваффақ, комёб,
چون دعای مادری جان مستجاب. معلمه سعداللهیوا امروز به سن 90 سالگی در آمدم. از سال 1995 سر کرده در کالج طبی شریف پنجکین همچون متدیس شده کار کردم و تا سال 2011 در این درگاه در این مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی شریف پنجکین متدیس شده کار کردم. آموزشی یک جایی طبیبان و آموزگاران را یک جای کرده، همچون متدیکی تعلیم طبی را با دانشجویان آموختند و نشان دادن با آموزگاران، شخصا خصوصا با آموزگاران جوان و برای تشکیل کردن، برای تجهیزاندن تجهیزات‌های طبی در کابینت‌های فنی معلمه بسیار تلاش‌های بی‌نظیر کردند و از شهر خوجند، از شهر دوشنبه دستگاه‌ها ایالت‌های طبی را در جمع‌آوری کرده به شهر پنجکین به کالج طبی شهر پنجکین داخل نمودند و همچون سبق بهترین آموزگاری را و آموزگاران جوان یاد دادند. معلمه یک شخصی نمونه بودند که آموزگاران خیلی حرمت می‌کردند، هم در کار هم در تجربه زندگی معلمه نگاه کرده عبرت می‌گرفتند و حال هم عبرت گرفته ایستادند. من از نام اهل کارمندان کالج طبی شهر پنجکین معلمه را به سن 90 در آمدنشان یک بار دیگر تبریک و تهنیت گفته بر این کس باز هم عمر دراز، صحت سلامتی بر دوام تمنا میکنم. ناگفته نماند که پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نسبت به بابا رجب بابایوف احترام خاصه داشته استفاده دانش و تجربه چنین شخصیت‌های شناخته را برای رشد کشور مهم می‌شماریدند. در این روند رئیس ولایت سوخت محترم رجب احمدزاده، رئیس شهر پنجکین محترم عبدالخالق خالقزاده اهل این خانواده را پیوسته مورد عیادت و دیدار و احترام سزاوار قرار می‌دهند که این بهترین هدیه سرنوشت است. واقعا انسانی برومند بابا رجب بابایوف با همسر سعادت بخش، مادری غمخوار، بیبی مهربان، آموزگاری سابقه دار حلیمه سعداللهیوا که خود زادگان آغاز فصل شکفتنها بودند، برای خانواده، فرزندان و پیوندان بهار زیبای عمر را اهدا کردند که این والاترین بخت انسانی در کتاب زندگی می باشد. هرچی آید بر سرت این از کتاب زندگی، پس تحمل بایدد زیرا که نامش زندگی. بگذار خداوند بزرگ به اهل این خانواده انسانهای نامور زندگی با برکت، بخت و سعادت، فرح و نشاط را نصیب گرداند و درخت عمرشان چون بهار بر دوام سبز و خرم باد. اگر آن تب آن سوزی دلم نیست، زان است که غمخوارم دل سوزی دلم نیست. این ساعت و این لحظه و این آن گریزا هر روزی خدا هست ولی روزی دلم نیست. این ساعت و این لحظه و این آن گریزا هر روزی خدا هست ولی روزی دلم نیست.
قدم نقد دل از دست کس واقفی انگاره مرموز دلم نیست من ماندم و دل مانده و ویرانه سینه در مشکل دل مصلحت آموز دلم نیست من ماندم و دل مانده و ویرانه سینه در مشکل دل مصلحت آموز دلم نیست امروز اگر آن تب آن سوز دلم نیست زان است که غم خارم دل سوز دلم نیست کفندوزی تنم هست روزی که تنم مرد کفندوزی تنم هست روزی که دلم مرد کفندوزی دلم نیست روزی که دلم مرد کفندوزی دلم نیست این ساعت این لحظه و این آنی گریزا هر روزی خدا هست ولی روزی دلم هست این ساعت این لحظه و این آنی گریزا هر روزی خدا هست ولی روزی دلم هست هر روزی خدا هست ولی روزی دلم هست هر روزی خدا هست ولی روزی دلم